بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة، أرحبكم في درسنا الجديد، درس الخامس والثلاثون. سائل مولانا أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به المسلمين. خوش آمدید دوستای عزیز به درس نوبتی ما، درس 35 از سلسله عربی. ما وقف کرده بودیم در مشق ششم. مؤلف میگه که مثال میارد با لام تملیک لی، لک، له و له. گفته بودیم بارها که لام تملیک یعنی معنای دارایی در نظر دارد. دارایی گفته یعنی خشتبار. مثلا لی ابون، من پدر دارم. لی امون، من مادر دارم. این متکلمه از جهت متکلم. اگر مخاطب باشد چی؟ لک، تو داری. له، وای مرد دارد، این البته غایبه. له، وای زن دارد، این هم غایبه. از مثال رو میخونیم ان شاء الله توضیح میکنیم هر یک تصریفی همین لام تملیقتی. لی اخت واحدتون، من یک خواهر دارم. لی اخت واحدتون یعنی اگر که من گوییم لی میگیم، اگر مایون بگیم چی میگیم؟ لنا. خب از جهتی اگر روانه سر تصریف کنیم همین لام تملیکه چی میگیم؟ لی لنا، برای من، برای مایون لنا. مخاطب لک، لکی، لکما، لکم، لکن، 5 نمودن و اینچنین غایب 5 نمود دیگه. له، له، لهما، لهم و لهن، 5 نمود دیگه از جهت غایبه. دیگه مثال ده میگه که الک اخون، آیا تو برادر داری؟ اخ گفته یعنی عام است، یا اکه میشه یا دودر. اگر که ما تقیید قید کردنش نمیگه که لی اخون اصغر، من دودر دارم. اخون اصغر یعنی دودری، برادری خردسال است از من، در نظر داره دودر. اگر که اکه داشته باشین چی میگن؟ لی اخون اکبر، من یک برادری دارم که از من کلانتر است. اکبر گفته کلانتر. الک اخون، آیا تو برادر داری؟ لا مالی اخون، نه من برادر ندارم. لا وقف میکنیم برای که جلز ورگله. لا مالی اخون، ما یعنی ما انکاریه. مالی اخون، ما توا ندارم. مالی خال، مثلا امکی ندارم. مالی عمون، خب مالی مثلا جد، من بابا ندارم. مالی جدتون، من بیبی ندارم. وقتی که این کار که میکنه همین ما را استفاده میبریم. مالی اخون، نه من برادر ندارم. سه میگه اختی لها طفل صغیر، خواهرم یک یا که اپاهم، اپای من یا خواهر من چی دارد؟ یک طفل خردسال دارد. اختی لها طفل صغیر. خب چهارم میگه زمیلی له اخون و اختون، زمیلی له اخون و اختون، همسین من یک برادر و یک خواهر دارد. خب دوامش هم میخونیم، میگه که نقول عندي کتاب و نقول لی اخون لا نقول عندي اخون. این مثال ما که توضیح کرده بودم. مؤلف میگه که ما میگوییم عندي کتاب، من کتاب دارم، و اینچنین میگوییم لی اخون، من برادر دارم. ببینید لی عندي از جهت ترجمه یک خیلی ترجمه میشود، داشتن چیزی، داشتن کتاب، داشتن برادر. لیکن در معنا گوناگون است. یعنی در لغت عربی ای لی و عندي گوناگون است. یعنی ممکن است بگیم که لا نقول عندي اخ، نمیگیم من برادر دارم، استعمال کننده چی استعمال کنیم؟ عنده. ظرفی چی را؟ ظرفی مکانی عنده را. ممکن است. برای چی؟ به خاطر که همین برادر ملکی ما نیست، یعنی این سواره نیست، این جسم بیجان نیست، این آدم زنده که است. میگیم که لی اخون، من برادر دارم، لی را استعمال میکنیم. خب نه عندي. میگه که مع ظرفی چیست؟ ظرفی مکان، همراهی کسی. از جهتی اگر تصریف روانه باز هم بخونیم 12 نموده گفتیم که متکلم ده تای همراهی من میشه معی. در حتی اگر با تلفن اون کس قطعی گپ زنین، اگر عرب قطعی اگر شما را نشناسه چی میگه؟ من معی، من با کی صحبت کرده استم؟ من معی. میتونه همین کلمه را با خودتون بنویسین با تلفن. وقتی که آدم که نشناختن میگه من معی، با کی صحبت کرده استم؟ معی همراهی من، همراهی مایان معنا. الله سبحانه و تعالی قصه هجرت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله میکنه که ابو همراه ابوبکر در غار بود. چی گفت؟ اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. آنگاه گفت پیغمبر به صاحبش ابوبکر یعنی غمگین مباش، همانا الله با ماست. ان الله معنا یعنی نصرت الله و کمک الله و حفظ الله با ماست. شاید همین که معنا چی است؟ متکلمی جماعت. معی همراهی من، معنا همراهی مایان. اگر که مخاطب بگیم معک همراهی تو مرد، معکی همراهی تو زن،
معکما همراه هر دوی شما، معکم همراه شما مردها، معکن همراه شما زنها. این بود مخاطب. با قسم غایب بگذاریم اگر معه همراه او مرد، معها همراه او زن، معهما همراه آن دو کس، معهم همراه وی مردها، معهن همراه وی زنها. خب میخوانیم مثالا. خرج حامد مع خالد. حامد همراه خالد برآمد. ببینید ترجمه خرجه را من در آخر ماندم به خاطری که نه هر جمله بافی عربی را ما باید تحت لفظی یعنی به همین ترتیب ترجمه نکنیم. هم خیلی ترجمهش کنیم که برای شنونده گوشخراش نباشه. بارها را تاکید کرده بودیم. میگه حامد همراه خالد برآمد. خرج فعل گذشته ماضی. هر کسی که فعل ها را تصریف کرده نمیدونه که من برآمدم، مایان برآمدیم، چی میشه تو برآمدی، تو زن برآمدی. با درسی تصریف فعل مراجعه کنه. تصریف فعل هسته، هم مضاریش هم ماضیش هسته. خرج حامد مع خالد. اهمیت دادن که خالد کسره دار شد. برای چی کسره دار شد؟ به خاطری که مع ظرف مکان همیشه مضاف است. مع مضاف، خالدین مضاف الیه. اینا به خاطر بگیره. این به نهایت مهمه. یعنی نادرسته بگیم که خرج حامد مع خالدون، مع خالدین. همیشه مع مضاف است. خالد بگیم اسمی که بعد از مع ذکر کرده می شود مضاف الیه می شود و مضاف الیه همیشه کسره دار است. ذهب الطبيب مع المهندس. طبيب با همراهی مهندس رفت. ذهب الطبيب مع المهندس. سيوم جلس المدرس مع المدير. مدرس همراه مدیر نشست. جلس المدرس مع المدير. خب چهارم من معك یا علی. علی با تو کیست؟ یا که همراه تو کیست؟ من معك یا علی. جواب میگه که معی زمیلی، با من همصنفم هست. با من همصنفم هست. آمینة معها زوجها. آمینة معها زوجها. همراه آمینه شوهرش هست. زوجها شوهرش. طيب ششم میگه خرج ابی من البیت. من خرج معه. پدرم از خانه برآمد. خرج ابی من البیت. من خرج معه. همراه او کی برآمد؟ معه ببینید اسمی چی است؟ یعنی قسم غایبه. گفتیم که قسم غایب 5 تا. معه همراه او مرد، معها همراه او زن، معهما همراه اون دو کس، معهم همراه وی مردها، معهن همراه وی زنها. اینجا که سخن درباره پدر رفته است، پدر من، ما چی میگیم؟ من خرج معه. سوال میذاریم همراه او مرد کی برآمد؟ خرج ابی من البیت. من خرج معه. جواب میگه که خرج معه عمی. با او پدر امکی من برآمد. خرج معه عمی. خب هشتم میگه که بیتون، بیتک، بیته، بیتها، بیتی. یعنی تصریفی که حاضر گفتیم و آسان ترین راه برای ایجاد کردن همین تصریف گفتم. باز هم میگم تاکید میکنم برادرها، همین مع یا که بیت یک اسم میگیرین و در دفتر مینویسید. در جهت متکلم، در جهت مخاطب و در جهت غایب. همین 12 تا ایجاد که کردین در هر یک تاش مثال بزنید. ای خودتون مثال ایجاد بکنید. این خانه من کلان است مثلا بیتی کبیرون. با همون رو بعد در متکلمی جماعت میگی بیتنا کبیرون. خانه ما کلان است. یعنی به همین واسطه چیکار کنید؟ جمله بافی کنید. بیتک کبیرون. خانه تو بسیار کلان بوده است. بیتکی کبیرتون کبیرون جدا. خانه تو زن بسیار کلان بوده است. یعنی همین جهت قطعی مثال بزنید و تکرار بکنید. یعنی گویا که قطعی هم که صحبت کرده استیم، گویا که هم که از شما خطبه کرده استیم. همین راه قطعی به نهایت آسان میشه شما در گرفتنی همین تصریف ها. همچنان قطعی مع مثال بگین که معی ابی. من معک با تو کیست؟ با همون سوال مثال به سوی زن بگین من معکی. با همین سوال به سوی مردها بگین من معکم. همین خیلی به همین واسطه بهترین راه هست که شما اونها را در یاد میگیرید و در آینده چی نمیشین، مقصد خودتون گم نمیکنید. اینجا من معک بگم، معهو بگم، معنا بگم، خودتون گم نمیکنید. برای چی؟ برای که الان شما نظام داره، یک تنظیمی داره که با او رفتگین ایجاد کردگین. خب بیتک خیلی گفتیم چی میشه؟ خانه تو مرد، بیته خانه وی مرد، بیتها خانه وی زن، بیتی خانه من. ابون پدر، ابوک از اسماء خمسه است. من اسماء خمسه در حالت رفع واو میگیره. همه این قاعده را اگر زنده باشن در چی میگیریم؟ در اجرومیه، در شرح اجرومیه. اسماء الخمسه گفتیم. بعضی وقت میشه که در همین لغت عربی در قرآن شما میتونید دیده یا خجوده ابا کنایستگی، یا خجوده مثال ابو کنایستگی، یا خجوده ابی کنایستگی. چرا یا خجوده الف میگیره، خجوده واو میگیره، خجوده
یا میگیره. اینا در آینده میفهمیم انشالله. ابوک یعنی که پدری تو مرد، ابوه پدری وی مرد، ابوها پدری وی زن، ابی پدری من. اخون همون ترتیب اب داره، برای که اخ و اب چی است؟ از اسمای خمسه است. اخوک برادری تو مرد، اخوه برادری وی مرد، اخوها برادری وی زن، اخی برادری من. خب میگه ابی و امی فی البیتی، ابی و امی فی البیتی، پدرم و مادرم در خانه است. این ابوک یا حامد، حامد پدری تو کجاست؟ ذهب الى السوق، ذهب الى السوق او به بازار رفت. سوق گفتم چیست؟ بازار. الى حرف جر، السوق ما اسم مجرور. اخوک طبیب، برادری تو طبیب است؟ لا هو مدرس، نه وی مدرس است. زینب فی الریاض، زینب فی الریاض، زینب غیر منصرف، اسمی غیر منصرف، نگین زینب، خطا. زینب فی الریاض، زینب در ریاض است. اخوها فی الطائف و ابوها فی المدینه المنوره، برادری او در طائف و پدرش در مدینه منور است. اخوها فی الطائف و ابوها فی المدینه المنوره. پنجم میگه هذا الطالب ابوه وزیر و اخوه تاجر کبیر. هذا الطالب ابوه وزیر، این دانشجو پدرش میگه وزیر است و اخوه تاجر کبیر و برادرش سوداگری کلان است، سوداگری کلان است. ذهب اخی الى المدرسه و ذهب ابی الى الجامعه، پدرم به مدرسه رفت و برادرم به مدرسه رفت و پدرم به جامعه. جامعه می شود یا که اونیورسیتت بگیم. ذهب اخی الى المدرسه و ذهب ابی الى الجامعه. خب اسمای منصرف خیجده، اسمای منصرف مردانه های محمد، خالد، حامد، عباس، محمود، و اسمهای نامهای مردانه غیر منصرف مثل حمزه، طلحه، اسامه، معاویه، عکرمه. یعنی اینها تنوین نمیگیرن. بارها گفته بودیم یعنی اینها را از یاد میکنید و خاطر میگیرین، تمام میفهمید که محمد چه بوده است، منصرف است، حمزه غیر منصرف، تنوین نمیگیرن. اقرا الاسماء الاتیه واضبط اواخرها، اسمهای زیرین رو بخوان میگه و حرکت های اون رو بگذار، حرکت های رو بگذار. یعنی همی اسم ها را گذاشتگی ما لکه به حرکت باید چیکار کنیم؟ خمون او را صرف کنیم اگر که منصرف باشه، یا که ضمه بگذاریم اگر که غیر منصرف باشه. خالدون یا که خالدو، البته خالدون برای که اسم منصرفه. حمزتون یا که حمزتو، البته حمزتو برای که حمزه دیدیم که اینجا غیر منصرفه، ضمه داره. حمزتو. عمارون اینا منصرفه. انس منصرف. معاویتو به تنوین غیر منصرف. حامد منصرف. اسامه غیر منصرف. عکرمه نه غیر منصرف. عباس بارها خوانده بودیم منصرف. محمد منصرف. طلحه غیر منصرف نه. الكلمات الجديدة كلمة هاي ناو. زميل، الزميل همسين فيكي هم كورس. الزوج شوهر يوكي همسر. واحد ياك. فتى جوان. فتاة يعني جوان دختر. فتى جوان بچه. مع همراهي. الطفل طفل. الكويت كويت. اللغة لغات زبان. خب با همین قدر اکتفا میکنیم. بازم میندارم از شما برادرو بخونه، تکرار بکنه و همیشه بدونه که اخلاص مهمترین چیزه. هر کسی که اخلاص داشته باشه رستگار میشه. هر کسی که اخلاص نداره یگان کارش فایده نداره. و بالله توفیق و السلام علیکم و رحمت الله.